اگه پلیس فردی رو پیدا کنه که قدش با تصویرهای دوربین مداربسته مطابقت داشته باشه، خودروی اون با آثار بجا مونده در صحنه جرم شباهت داشته باشه، کفشاش با رد پاها همخونی داشته باشه و حتی اسم مستعاری که قاتل استفاده کرده به یکی از علاقه اون مرتبط باشه، آیا این برای اثبات جرم کافیه؟ در دهه 1990 مجموعی از قتل‌های حل نشده در ایالت فلوریدا رخ داد که سالها بعد توجه کارگاه‌ها رو به یک نفر جلب کرد، کریتس هاف جونیور. اما با وجود همه این شباهت‌ها، اون هرگز به اتهام این قتل محکوم نشد. اوایل دهه 1990 چند پرونده قتل و سرقت خشونت آمیز در مناطق مختلف فلوریدا رخ داد. قربانی از نظر شغل، سن و محل زندگی تفاوت‌های زیادی با هم داشتند، اما بعضی شباهت‌ها باعث شد پلیس احتمال بده که شاید عوامل برخی از این جرایم یک نفر باشه. این پرونده‌ها سالها حل نشده باقی موندن و در نهایت نام فردی به نام کریتس هاف جونیور وارد تحقیقات شد، کسی که سابقه کیفری داشت و بعدها به جرم اقدام به قتل در پرونده دیگه محکوم شده بود. در فوریه 1992 یه متخصص کایروپراکتیک در کیسیمی فلوریدا برای آخرین وقت کاری اون روز بیمار جدیدی رو پذیرفت. فرد تماس گیرنده خودش رو با اسمی معرفی کرده بود که بعداً مشخص شد واقعی نبوده. وقتی اون شب به خونه برنگشت، خانواده‌اش موضوع رو به پلیس اطلاع دادن. خودپرداز بانکی در همون شب فردی رو ثبت کرد که تلاش می‌کرد با کارت بانکی قربانی پول برداشت کنه، اما موفق نشد. پلیس بعداً فهمید اسم و شماره تلفنی که برای گرفتن وقت استفاده شده بود جعلی بوده. چند ماه بعد سه پرونده دیگه در فلوریدا رخ داد. توی یکی از اونا زنی بعد از ناپدید شدن ماشینش و سپس پیکرش پیدا شد. در پرونده دیگه مردی که در یک مرکز فروش بلیط کار میکرد در محل کارش کشته شده بود و چند روز بعد هم زنی که در فروشگاه لوازم خودرو کار میکرد هدف حمله قرار گرفت و بعداً جان باخت. این پرونده ها در نگاه اول کاملا از هم جدا به نظر میرسن، اما شباهت هایی در شیوه وقوع برخی از اونا باعث شد تا احتمال ارتباط میانشون رو بررسی کنن. در ژانویه 1993 یعنی حدود یک سال بعد از اولین قتل، مردی به نام کریتس هاف جونیور هنگام تلاش برای سرقت از یک موتل دستگیر شد. در جریان درگیری صاحب موتل تونست اسلحه مهاجم رو بگیره و اون رو متوقف کنه. هاف بازداشت شد و بعدها به جرم اقدام به قتل محکوم شد. پس از انتشار تصویر اون، یکی از قربانیان یک سرقت دیگه اون رو شناسایی کردند. در ادامه پلیس برخی شباهت‌ها رو میان اون و پرونده‌های حل نشده بررسی کرد. از جمله قد اون، خودروهایی که در اختیار داشت، برخی وسایل کشف شده و ارتباط‌های احتمالی به محل وقوع جرایم. با این حال هیچ یک از این موارد به صدور حکم محکومیت در پرونده‌های قتل منجر نشد. در تحقیقات کیفری، شباهت‌ها به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیستند. دادگاه معمولاً به شواهدی نیاز داره که بتونه بدون تهدید معقول ارتباط متهم رو با جرم نشون بده. توی این پرونده هرچند برخی شواهد غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفتن، اما اطلاعات منتشر شده نشون نمیدن که مدرک قطعی برای انتساب این قتل به هاف به دست اومده باشه. تو سال 2019 هم دفتر کلانتر شهرستان اوسالا اعلام کرد که هاف دیگه مظنون پرونده دکتر روزهات محسوب نمیشه، هرچند توضیح عمومی درباره علت این تصمیم ارائه نشد. امروز چند دهه از این پرونده‌ها گذشته. برخی از قربانیان هنوز عدالت رو ندیدن و خانواده‌هاشون همچنان منتظر پاسخن. این پرونده یادآوری نکته مهمیه. شباهت‌ها میتونن مسیر تحقیق رو مشخص کنن، اما برای محکوم کردن یه فرد، نظام قضایی به شواهدی فراتر از حدس و گمان نیاز داره. آیا این پرونده‌ها روزی به نتیجه میرسن؟ اگه مدرک تازه‌ای پیدا بشه، آیا ممکنه حقیقت پس از این همه سال آشکار بشه؟